ایشون و در ادامه هم ازشون میخوایم که شعری از خودشون رو برامون بخونن. ایشون در رشته اختر فیزیک تحصیل کردن و همینطور دستی هم در نوشتن دارن و کتابی به یاری نشر گردون کتاب شعری چاپ کردن به نام دمادم آفتاب که میتونید ازشون بعدا درخواست کنید که چطوری میتونید تهیه‌اش کنید. ایشون چون در اندیشه فلسفی خودشون رو وامدار سهراب سپهری می‌دونن و در شعرشون اون قسمت فلسفی که وجود داره از سهراب یه جورایی الهام گرفته شده. موضوعی که انتخاب کردن، موضوع صحبتشون جهانبینی منحصر به فرد سهراب سپهریه. خیلی متشکرم. به نام او، به تماشا سوگند و به آواز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن. با درود و سلام خدمت همه دوستداران شعر فارسی و همچنین عرض تسلیت برای از دست دادن استاد تقوایی هنرمند کارناپذیر کشور. من امروز میخوام در مورد شاعری صحبت کنم که اشعارش در نگاه اول دست کم شباهت چندانی به اشعار خودم نداره، اما از اون خیلی آموختم، به ویژه در وادی فلسفه و اندیشه. در مورد سهراب سپهری سخن خیلی گفته شده، گاه تا سرحد کلیشه، اما بحث من اینه که چه شد که سهراب سپهری با وجود تمام تفاوت‌هایی که فاطمه عزیز کرد بدل شد به قله‌ای رفیع از شعر نوی ایران. بعد از اون هم سیر عرفان و امید رو در سلوک شعری اون راجبش صحبت خواهم کرد و صحبتم رو خاتمه خواهم داد با برخی از نقدهایی که در مورد سپهری وجود داره. پس نقطه آغاز راز ماندگاری سهراب هست. استاد سپانلو راز ماندگاری سهراب رو در این میدونست که اون بعد عرفان رو در شعر نوی ایران رنگین کرد. من تا حد زیادی با استاد همسو هستم، چرا که دست کم در بین شعرای شاخص نوگرا هیچ کس به اندازه سهراب سپهری در وادی عرفان دقیق و عمیق نشد، در صورتی که در شعر کهن از مولانا که اصلا وادیش وادی عرفان بوده تا حافظ و سعدی که در کنار تغزل عاشقانه و حکمت آموز در فلسفه خیلی دقیق شدند و عرفان، مثال ها زیاد هست. اما در شعر نو سهراب سپهری نماد انکار ناپذیر عرفان هستش. اما آیا اگر سهراب می اومد و همان عرفانی که گذشتگان ما ازش دم زده بودند رو به زبان خاص خودش میگفت، آیا باز هم ماندگار میشد؟ گمان من این هست که خیر، حداقل تا این حد نه. هنر سهراب آشتی دادن و شاید معرفی و پیوند عرفان ایران با عرفان شرق دور، عرفانی است مبتنی بر یکتاپرستی و اعتقاد به جاودانگی روح و در این حال به وحدت اشیا و الهام گرفته از آفرینش. حالا در سلوک شعر اون چی میشه که سهراب اصلا روی میاره به چنین عرفانی؟ شما اگر نگاه کنید دفاتر ابتدایی شعر سهراب رو، نخستین دفتر شعر اون اسمش مرگ رنگ و بعد از اون دفاتر دیگه بدون توالی شرق اندوه، آوار آفتاب، اسامی که به قول خود سهراب یأس ملعون قشنگ درش قوطه می‌کنه. در همون موقع هم شما دغدغه‌های عرفانی و فلسفی رو در شعر سهراب می‌بینید، اما انگار در چنبره و چنگال یأس اسیر بودن. مجموعه شعر هفتم سهراب حجم سبز نام داره، جایی که خیلی از آنچه که ما امروز از سهراب به یاد داریم در اون مجموعه شعر هست و همچنین تبلور عرفان و امید در شعر سهراب هست، همونطور که از اسم خود منظومه پیداست و از اسم آثارش در گلستانه به باغ همسفران، عرق روشن وقت و چه شد که سهراب از مرگ رنگ به حجم سبز رسید؟ این گذر یک شبه نبود. در سلوک شعری سهراب سپهری اولا باید این رو در نظر گرفت که در زیر نور امید بود که اون تونست عرفان رو، امید عرفان و فلسفی خودش
خودش رو آزاد کنه و به تجلی برسونه، خودش به سقوی تجلی برسونه. این یک شبه انجام نشد. در بین مجموعه شعرهای سهراب شعر بلند صدای پای آب که خیلی از اون رو به اسم اهل کاشانم میشناسیم یک نقطه عطف هست. اونجاست که سهراب زندگی رو حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد علمداد میکنه و یا سوز قطاری که در خواب پلی میکشه. زندگی رو چیزی نمیدونه که لب تاقچه آدم از یاد من رو برد و بسیاری دیگر از گزاره های پرامید و عرفانی و متفاوت. چیز دیگری که در مورد این نقطه عطف، جایی که شما ظهور امید و دیده شدن بیشتر دید عرفانی سهراب رو میتونین ببینید، اینه که به استثنای ابتدا و انتهای شعر، محتوای طولانی شعر اگر در نظر بگیرید، اگر پس و پیش کنید، حداقل به گمان من به لحاظ معنایی مشکلی پیش نخواهد اومد توی شعر. این به این دلیل هست که ساختار شعر به نوعی است که متشکل از اشعار کوتاه متعددی است که با یک نخ نامرئی به هم وصل شده و این نخ نامرئی زندگی سهراب است. اگر دقت کنید ابتدا خودش رو معرفی میکنه، اهل کاشانم روزگارم بد نیست، راجع به باغ کودکیش که قوسی از دایره سبز سعادت بود صحبت میکنه، بعد راجع به دشت اندوه، باغ عرفان، دیوان چراغانی دانش و همینطور مسیر زندگی خودش رو شاعرانه و در نور عرفان برای ما روایت میکنه. صحبت از صدای پای آب شد، بد نیست راجع به شعر بلند دیگر سپهری که در اگر اشتباه نکنم دقیقاً سال بعد از صدای پای آب به انتشار میرسه صحبت کنم. شعر مسافر، اون هم ساختاری شبیه داره، تم متفاوتی از صدای پای آب، اما هنوز فضای عرفان است و ساختار شعر هم مجموعه اشعار کوتاهی است که با یک نخ نامرئی به هم پیوند داده شدن و اینجا نخ نامرئی سفرنامه سهراب است و اینجا برای اهل پژوهش اتفاقا خیلی مایه اندیشه زیاد هست، چرا که میشه دقیق تأثیر عرفان شرق دور رو در سفرنامه سهراب و راز این معما رو حل کردش. برگردیم به حجم سبز، جایی که تبلور شعر سهراب هست از لحاظ عرفانی و امید. در این منظومه اون خیلی تکیه داره بر مشاهدات خودش و درک و الهام پذیریش از طبیعت که بله هم در سایه همون عرفان شرق دور هست و اما خیلی مبتنی و در حقیقت خود تجربه زیسته اوست. داریوش آشوری عزیز کتابی داره که در اون 2 فصل رو به سهراب سپهری اختصاص داده و در یکی از این فصول اون رو به صیاد لحظه ها تشبیه می‌کنه، کاری که دقیقاً سهراب حالا در مجموعه دیگرش هم همینطور اما در حجم سبز به معنای واقعی کلمه استفاده کرده و این دیدگاه به نوعی پیوند تجربه زیسته خود با جهان بیرون یک دریچه‌ای پیدا میکنه که اون از تمام آنچه که میبینه و تجربه میکنه میتونه گذری به عرفان بزنه که در نوع خود کاری بوده که حداقل پیش از اون تا انجام نشده بوده، بعد از اون هم من هیچ گونه مدل موفقی ندیدم. و مجموعه آخر سهراب، ما هیچ ما نگاه عرفانیش پر از امید هست اما به لحاظ سبک و سیاق کاملا فرق میکنه با اون راهی که سهراب شروع کرده بود و تجربه شخصی خودش رو با عرفان درش پیوند میزنه. اونجا شما میتونید هنوز هم اشعاری رو ببینید که اول شخص مفرد هست، از زبان خودش هست، تجربه زیستش هست، اما آنچه غلبه میکنه نگاه یک انسان بدوی است که سرشار است از دغدغه‌های اگزیستانسیل. برای اینکه پهنای کلام روشن‌تر بشه، من بخشی از شعر از آب‌ها به بعد رو از ما هیچ ما نگاه براتون میخونم. روزی که دانش لب آب زندگی میکرد، انسان در تنبلی لطیف یک مرتع
با فلسفه های لاجوردی خوش در سمت پرنده فکر میکرد. با نبض درخت نبض او میزد. مغلوب شرایط شقایق بود. مفهوم درشت شط در قعر کلام تلاش داشت. ببینید اوج توانایی یک نه تنها هنرمند، یک انسان هست که خودش رو بذاره جای انسانی از دوره‌ای از تاریخ که هیچ قرابتی با دوره‌ای که اون درش زیست میکنه نداره و بتونه محیط اطرافش رو تجزیه تحلیل کنه و افزونه بر تجزیه تحلیل به تصویر بکشه به نوعی که برای مخاطب هم قابل فهم هست. شاید هنر نقاشیش هم به کارش اومده اینجا، ولی قدر مسلم شما اینجا میتونید تفاوت سبک رو در اون ببینید که انگار اینجا افق جدیدی از عرفان رو سهراب سپهری کشف و شوربختانه این آخرین مجموعه شعر هست، آخرین دفتر 8 کتاب هست و دیگه عمر سهراب رو کفاف نمیده تا اینکه به ما بیشتر از این بشناسونه این سبک رو. و اساساً هم سبک شعر سهراب مثل شاملوی عزیز طوری هست که هر کس دیگری بخواد بره سراغش متاسفانه نمیتونه، چون منحصر به فرد اونها هستش. و خب این ماهیشمانگاه آغازی بود که شوربختانه هیچ وقت به پایان نرسید. من میخوام حالا جمع‌بندی کنم و به نقدها بپردازم. پس سهراب رو رازماندگاریش رو میشه در دید عرفانیش دیدی که از عرفان گذشتگان ما متفاوت هست، پیوندی است بین عرفان ایران و عرفان شرق، مبتنی است بر یکتاپرستی و الهام گرفتن از محیط، از وحدت میان اشیا. سلوک سهراب نشون میده که زمانی که اون امید رو در اشعارش کشف کرد، زیر نور اون امید بود که تونست عرفان رو به تبلور برسونه. نقطه عطف صدای پای آب بود، تبلور و نقطه اوج حجم سبز و افق جدیدش ماهیشمانگاه بود که کمی ابرآلود و مه‌آلوده برای اینکه هیچ وقت به پایان نرسید. در مورد نقدهایی که به سهراب سپهری میشه اینه که فاطمه عزیز هم گذری به اونها زد که در روزگاری که خب بازار افکار اجتماعی و ظلم ستیزی خیلی خیلی باب بود، معتقدن برخی که شاید سهراب سپهری دغدغه اجتماعی نداشت و در جهان خودش در یک نوع انتزاع زیست می‌کرد. بزرگان زیادی این نقد رو اون داشتن. شاملوی بزرگ که خب همه ما میدونیم چقدر شعر نو فارسی مدیون اوست، نقل به مضمون میکنم نقدش رو به سهراب، اینه که در روزگاری که انسان رو به راحتی میکشن خیلی سخته که شما لبه یک رودخانه‌ای بیستی و بگی شعار بدی آب رو گل نکنی. و افراد دیگری بودند که نقدهای این چنینی رو داشتند، یادم نیست کدوم عزیز بود، اما این نقد رو، این سوال رو، پرسش رو به خود سهراب مطرح میکنه که در روزگاری که خب شما در جهان جنگ ویتنام رو داری، در ایران جبر و استبداد رو داری و بسیاری از مشکلات دیگر رو در سرتاسر جهان، تو چرا نگران حقوق اون کفتری هستی که میخواد از رود آب بخوره؟ اشاره داره به شعر آب مجموعه حجم سبز. و پاسخ سهراب رو باز هم نقل به مضمون میکنم، اینه که خب اگر انسان میآموخت که حقوق اون کفتر رو رعایت کنه، شاید هیچ کدام از مشکلات دیگر هم رو می‌دید. پس سهراب اون دغدغه اجتماعی رو داشت، اما از منظر خاص خودش. من قسمت‌هایی از شعر به باغ همسفران که از قضا از معدود عاشقانه‌های سهراب و پراثرترین عاشقانه‌ها به ذم من هست رو براتون میخونم. حکایت کن از بمب‌هایی که من خواب بودم و افتاد، حکایت کن از گونه‌هایی که من خواب بودم و تر شد. بگو چند مرغابی از روی دریا پریدم، در آن گیروداری که جخت زره پوش از روی رؤیای کودک گذر داشت. قناری نخ زرد آواز خود را به پای چه احساس آسایشی بست. همینطور که میبینید اینجا به طور مستقیم شاعر داره به رنج بشر اشاره میکنه
و ناخوشایندی و حس درد خودش رو از رنج بشر بیان میکنه. منتها اون به انسان خاص، جغرافیای خاص، رویداد خاصی اشاره نمیکنه. خب شعرایی که دغدغه اجتماعی داشتن و به بعضی حتی اصلا در سنگر شعر میگفتن، عموما به وقایع اجتماعی گذر میزدن یا به افراد. برای مثال شاملو در وصف زنده یادان هوشنگ گلشیری و خسرو گل سرخی اگر اشتباه نکنم شعر داره، و یا حمید مصدق، اخوان ثالث و دکتر شفیع کدکنی اشعاری رو در مورد زنده یاد دکتر مصدق خوندن. همه اینها ماندگار شده امروز، در ماندگاری شکی نیست و الا ما اصلا راجبش صحبت نمی‌کردیم. اما اینها تناقض و منافاتی با نگاه سهراب نداره که درد بشر رو از منظر یک بشر فرامکانی و فرازمانی داره بیان میکنه. به نوعی این دو دیدگاه میتونه مکمل هم باشه. من سخن رو با یکی از اشعار خودم تمام میکنم. همونطور که گفتم به لحاظ ساختمانی اصلا شعر من هیچ گونه ربط و خطی به شعر سهراب نداره، چرا که سبک اون اصلا مال خودش بود و من نمونه موفقی ندیدم از کسی که دنبال اون سبک رفته باشه. اما در وادی اندیشه از اون خیلی آموختم و تلمیح ریزی هم توی این شعر هست به شعر نشانی سهراب. اسم شعر هست دمادم آفتاب که اسم مجموعه شعر من هم از قضا همین هست. دمادم آفتاب که سوار سؤال می کند که رهگذر از تاریکی شن نمی ترسد، در بی انتظار لحظه ای میان خالی دو لب خیال می شود و ابتکار یک اتفاق هر شب ما را تا کهکشان منقلب می کند. آنجا که اوج تولد ستاره است و مهتاب زبان آسوده، به جدال زمین نمی روی، زمان فروتن است، افسانه لبخندهای رو در رو، مرز مبهم خواب و بیدار. هر دم که بلند می شوم از تو می پرسم کی به خورشید برسم. متشکرم.